چون شب 59 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت، چون بازرگان گفت منزه است خدایی که تو را بیافرید، چون رتبت نزهت الزمان بشناخت اکرامش همی کرد تا هنگام شام شد. بازرگان خادم فرستاد، خوردنی بیاوردند و بخوردند. پس از آن بازرگان به جداگانه جای بخسبید. چون روز برآمد بازرگان بیدار شد و نزهت الزمان را بیدار کرد و به گرمابه‌اش فرستاد. چون از گرمابه به در آمد لباس زیبا و استبرق بهر او بیاورد و گوشواره های مرصع با لؤلؤ و طوق زرین و گردنبند عنبرین حاضر آورد. پس از آن بازرگان با او گفت که زیور ببند. او زیور همی بست و بازرگان همی گفت به زیورها بیارایند مردم خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. پس بازرگان از پیش و نزهت الزمان به دنبال او همی رفتند تا اینکه بازرگان به نزدیک ملک شرکان رفت. زمین بوسه داد و گفت ای ملک جهان، بهر تو هدیتی آوردم که مانند ندارد و او را صفت نیارم گفت. شرکان گفت حاضر آور تا به عیان ببینم. بازرگان بیرون رفت و نزهت الزمان را بیاورد و در پیش روی ملک شرکان بداشت. چون ملک او را بدید خون برادری به جوش آمد و مهرش اندر دل جای بگرفت. بازرگان گفت با چنین نکویی و حسن که او راست همه علوم نیز بداند. ملک گفت قیمت او را هرچه داده‌ای بستان. بازرگان گفت به جان منتت دارم، ولی تو منشوری بنویس که کس از من 10 نستاند. ملک گفت خواهم نوشت، تو بازگوی که به چندش خریده ای. بازرگان گفت 100,000 دینار جامه پوشانده و زیور بستم. ملک گفت من افزونتر به تو خواهم داد. پس خازن را بخواست و فرمود که 320,000 دینار به بازرگان دهد. پس از آن 4 قاضی حاضر آورد و ایشان را گواه گرفت و گفت این کنیزک را آزاد کردم و همی خواهم که به زنی بیاورم. پس قاضیان آزادنامه او بنوشتند. پس از آن کابین ببستند و ملک به حاضران بسی زر بیفشاند و امر کرد منشوری بر طبق خواهش بازرگان بنویسند. پس از آن خلعت فاخر به بازرگان بداد. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. چون شب 60 برآمد گفت ای ملک جوانبخت، چون ملک بازرگان را خلعت فاخر بداد و حاضران همگی بازگشتند و به جز قاضیان و بازرگانان کس در نزد ملک نماند، ملک با قضات گفت میخواهم که از این کنیز از هر گونه علم سؤال کنید و او جواب گوید تا بدانم که بازرگان راست گفته یا نه. پس ملک فرمود پرده بیاویختند و همه زنان با نزهت الزمان پشت پرده برآمدند و زنان وزرا و امرا شنیدند که ملک شرکان کنیزی خریده که در حسن و جمال و علم و ادب مانند ندارد و 320,000 دینار قیمت داده و آزادش کرده به کابین خود در آورده است. اکنون قاضیان حاضرند و همی خواهند که دانش کنیز را تجربت کنند. پس از شوهران اجازت خواسته به قصر ملک آمدند. دیدند که نزهت الزمان نشسته و خادمان و کنیزان به خدمتش کمر بستند. چون نزهت الزمان ایشان را بدید بر پای خاست و با جبین گشاده با ایشان ملاقات کرد و هر یک را در خور رتبت او جای داد. زنان از حسن و جمال و علم و ادب او خیره ماندند و با هم گفتند که این کنیز نخواهد بود، بلکه این دختر یکی از ملوک است. پس زنان با او گفتند ای خاتون، شهر ما را روشن کرده ای و این مملکت تو راست و ما کنیزکان تو هستیم. پس از آن ملک شرکان نزهت الزمان را ندا داد و گفت ای دخترک، این بازرگان تو را به علم و ادب مدحت کرد و گفت تو همه علوم نیک دانسته و در علم ستاره تصنیف کرده ای. از هر علم شمه‌ای گوش زد ما گردان. چون نزهت الزمان سخن ملک شرکان بشنید گفت ایها الملک، باب نخستین در سیاسات و آداب ملکیه است، بدان که قصدهای مردم به دین و دنیا منتهی شود، زیرا که بدون دنیا به دین نتوان رسید و دنیا را عقباست و کار دنیا نظم نگیرد مگر به عملهای مردمان و عملهای مردمان 4 گونه است: امارت است و تجارت و زراعت و صناعت. اما امارت را سیاست تام و فراست صادق باید، از آن که امارت مدار آبادی دنیا و دنیا طریق عقبا است، زیرا که خداوند صمد دنیا را به بندگان در تحصیل مراد چون توشه راه قرار داده
هر کس را سزاوار این است که از آن چندان توشه بردارد که او را به خدا برساند و تابع نفس و هوا نشود. و اگر همه مردم در دنیا عدل و انصاف پیش گیرند، خصومت‌ها از میان برداشته شود. ولکن مردم می‌خواهند که بر یکدیگر ستم کنند و تابع هوا و هوس باشند و از این کار خصومت‌ها برمیخیزد و به سلطان عادل محتاج می‌شوند که داد هر یک از دیگری بگیرد و عدالت بگسترد تا کار مردم انتظام پذیرد. اگر نه سیاست ملک در میان باشد، زورمندان به بیچارگان چیره شوند. و اردشیر گفته است دین و مملکت توأم هستند. دین چون گنج و ملک پاسبان آن گنج است. عقل و شرع هر دو دلالت دارند که مردم را فرض است که در مملکت سلطانی نصب کنند تا دفع ظلم از مظلومان کند و ضعیف از قوی برهاند و شر اشرار را مانع شود. ای ملک، بدان که به اندازه حسن اخلاق سلطان در جهان نظم پذیر شود و پیغمبر فرموده دو کسند که صلاح ایشان مردم را مایه صلاح و فلاح و فساد ایشان خلق را موجب فساد است و آن علما و امرااند. و پاره‌ای از حکما گفتند که پادشاهان سه پادشاه هستند، یکی ملک دین است، یکی ملک دوری از حرام هاست و دیگری ملک هوا و هوس است. اما ملک دین آن است که رعیت خود را به دینداری ترغیب کند و خود با دینتر از ایشان باشد که مردم را پیروی به اوست و او را لازم است که موافق احکام شرعی فرمان دهد. و اما ملک دوری از حرامها آن است که به کار دین و دنیا قیام کند و مردم را به پیروی شرع و پاس مروت بدارد و قلم و شمشیر جمع کند و هر کس را که پای بلغزد و از نوشته های قلم سر بپیچد با دم شمشیر تیز کژیهای آن را راست کند و عدل در میان مردم بگسترد. و اما ملک هوا و هوس دین ندارد و کارش پیروی هوا و هوس است و از خشم پروردگار نترسد. او را انجام کار به هلاکت است و نهایت سیر او به دوزخ است. و حکما گفته اند که ملک به بسیاری از مردم محتاج است و مردم احتیاج به یک تن دارند و از برای همین است که باید ملک اخلاق مردم بشناسد تا خلافت مردم را به وفاق رد سازد و فقیر ایشان را به احسان بنوازد و مظلوم از ظالم برهاند. و ای ملک، بدان که اردشیر جهان بگرفت و به 4 بخش کرد و به هر بخشی خاتمی ساخته و نقش بدان خاتم نوشته بود. خاتم نخستین خاتم بحر و شرطه و مهامات بود و در او نباتات نقش کرده بود و خاتم دوم خاتم خراج و بر او امارات نقش کرده بود و 3مین خاتم روزی بود و بر آن فراوانی نقش شده و 4مین خاتم مظلومان بود و بر او معدلت نوشته بود. و این رسم در میان ملوک فرس پایدار بود تا ظهور اسلام. آنگاه کسری را پسری به میان سپاه اندر بود، به او نوشت که به سپاه چندان مده که از تو به نیاز شوند. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. اگر از این سبک داستان خوانی خوشتون میاد لطفاً با کانال همراه باشید. دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید، علامت نوتیفیکیشن و زنگوله رو هم کلیک کنید. لطفاً با لایک هاتون از کانال حمایت کنید.